latest update from Iran Supreme Leader. Iran Supreme Leader is live in Iran TV station now in celebration of the Eid in Iran. Let us watch the live update from Iran Supreme Leader from this Eid, this Salah day in Iran. Let us watch the video. میکنن هیچ گونه حرکتی در مقابلشون انجام نمیدن. ملت‌های دنیا عصبانی ان، ناراحتن تا اونجایی که اطلاع دارن از بسیاری از مسائل، از جنایات کشورهای دنیا، ملت‌های دنیا اطلاع ندارن. اینی که میبینید تو خیابان‌های اروپا و حتی آمریکا علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن، به خاطر اطلاعات محدود اونهاست. اطلاعات بیشتری داشته باشن بیشتر از این هم میکنن. نتیجه این حرفایی که عرض میکنم اینه که این گروه تبهکار باید از فلسطین ریشه کن بشود. به حول و قوه الهی ریشه‌کن هم خواهد شد. در اینجا این تلاش برای این کار، در راه این کار یک وظیفه است، هم وظیفه دینی است، هم وظیفه اخلاقی است، وظیفه انسانی است. همه وظیفه دارن در این راه کار کنن، تلاش کنن برای اینکه این موجود شریر رو، این موجود جنایتکار رو از این منطقه حذف کنند. مواضع ما همه بدانند، مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همونی است که بود. تهدید میکنن که شرارت خواهند کرد. البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد. و اگر به فکر این باشن که در داخل کشور فتنه راه بیندازن، مثل بعضی از سالهای قبل که راه انداختن، جوابشون رو خود ملت ایران خواهند داد، همچنانی که در گذشته دادن. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.